خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. علی کرمانشاه، مطلب طنز شامل مزخرفات احمدی نژاد و همچنین اخبار صدا و سیمای آخوندی به دستمون رسید، خیلی جالب بود و به شکل مناسبی ازش استفاده خواهیم کرد. دوست عزیزی با اسم مستعار ABC نسخه کامل شعری رو که مداح خامنه‌ای در حمایت از پاسدار جلیلی خونده بود در هفته گذشته تو خبر قسمتی از اون رو پخش کردیم، برامون فرستادن که ازشون تشکر می‌کنیم. دوست گرامی پیک شادی کتایون نوشتن از بسیجی، پرسیدن تو بسیجی هستی؟ گفت خب این که دلیل نمیشه خنگ باشم. دوست عزیزمون میم رحیمی، نکاتتون در مورد اشکالات کلیپ‌های پیک شادی رو یوتیوب دریافت شد، در اختیار قسمت فنی قرار دادیم، حتما مد نظر قرار خواهند داد. ابوالفضل عزیز، کلیپ و سایر نکاتی که برامون فرستادی همه به دستمون رسید، خیلی ممنونیم. دوست گرامی شارولین احسانی، ممنونیم از محبتتون و نکات بسیار مهمی که برامون می‌نویسین. امیدواریم که شایستگی لطف شما رو پیدا بکنیم. فرید فهیمی یکی از کاریکاتورهای قشنگ توفیق رو با عنوان مذاکرات بی‌پایان فرستاده، همراه با ترجمه شعری این کاریکاتور نوشتن 40 دور مذاکره شکست ناب است، لفاظی غرب بر مخ و اعصاب است، از بس که مذاکرات کشتی کردند امروز ببین که کشک هم کمیاب است. یکی از دوستان پیک شادی با یادآوری رابطه فعال مارتین کوپلر معزول با فتوشاپ چند تا تصویر درست کردن در مورد اعزام کوپلر به کنگو که ملاحظه می‌کنین. همزمان اجازه بدین یادآوری بکنم که دوست عزیزی با اسم مستعار بچه آبادان نوشته که یه بسیجی تو جنگ بیسیمچی بوده، بیسیم میزنه میگه 10 تا اسیر گرفتن بیاین ببرینشون، میگن خب خودت بیارشون، میگه آخه اینا نمیذارن من بیام. دوست گرامی ربابه جو و همینطور میلاد بابازاده، ممنون از نکاتتون. کلیپ مداحی در حمایت از پاسدار جلیلی رو هم امیدوارم که دریافت کرده باشین. اگه مشکلی بود به ایمیل پیک شادی حتما بنویسین که دنبال بکنیم. در فرصت باقی موندم تشکر میکنم از دوستان عزیز پیک شادی: جواد ریاحی، پونه میرزازاده، امیر حسین، صابر منصوری، هما آزاد، مهران مهرانی، اوستا ابرانیان، دلاور دلاوری، مختار جمالی، علی نقی امیری و ارشاد سلطانی. خوشحالم که رسیدم اسم همه رو بخونم.